مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام. امروز قصد داریم در این ویدیو مقداری باتون راحت و خودمونی و ساده صحبت بکنیم. قطعا تو زندگی همه شما آدم‌های پست و نامرد و نمک نشناس و آدم‌هایی که بهشون محبت کردید و جواب محبت شما رو با بدی دادند قطعا وجود داشته، اما اسکار تمام این صفت‌ها رو میتونیم به یه شخص بدیم، اونم محمد حسین میثاقی هستش که در مکتب عادل فردوسی پور بزرگ شد، رشد کرد و به معروفیت رسید، نه محبوبیت. و درست در زمانی که معروف شده بود و با سناریوهای شبکه 3 تونست جای عادل فردوسی پور رو بگیره، بعد از مدتی در آنتن شبکه 3 به عادل فردوسی پور تیکه میندازه و من نمیدونم در مکتب شاگرد استادی این کجای قضیه قرار میگیره. بریم این تیکه محمد حسین میثاقی رو به عادل فردوسی پور ببینیم، بیایم صحبت داریم راجع به اتفاقات و جایگزین میثاقی. شاید همیشه عادتمون شده راجع به حواشی فوتبال و اتفاقات عجیب و غریبش صحبت بکنیم، چیزایی که در واقع ظاهرمون اونطوری ساخته شده. تو چندین سال بحث‌های مختلف پایه‌ای هر وقت مطرح میشه، اینکه اصول باشگاه داریم، که چه امکاناتی باشگاه داریم، تو باشگاهمون داریم، بحث‌های فنی، مربیگری، کادرهای فنی، کیفیت بازیکن‌ها. هر وقت این صحبت شده گفتیم این جمله رو گفتیم انشالله تو یه برنامه مفصل بهش میپردازیم، ولی اون یه برنامه هیچ وقت نمیاد و هیچ وقت فرصت پیدا نمیشه. ما حالا سعی میکنیم از این به بعد تو بخش کلاس فوتبال بپردازیم به این قصه. دیدید دیگه چجوری به عادل فردوسی پور تیکه میندازه، اما جرئت نمیکنه اسم عادل فردوسی پور رو بیاره و ادای عادل رو در میاره، میگه آره در یک برنامه بهش میپردازیم. چرا؟ چون عادل فردوسی پور فساد رو در سیستم فوتبال ایران خیلی خوب میشناخت و انقدر فسادها زیاد بود که دیگه فرصت نمیکرد بحثای فنی بکنه. هرچند همه میدونن که در طول سالهای گذشته هم در برنامه 90 بحثای فنی هم انجام میداد. پس این ادعای شما پوچ و بایی هستش آقای میثاقی، اما این محمد حسین میثاقی رو در 5 ثانیه عادل فردوسی پور تشریحش میکنه و خیلی قبل‌تر از من و شما مردم محمد حسین میثاقی رو شناخته بود. یکی از جرزن‌ترین آدمایی که در زندگیم دیدم بدون تردید محمد حسین میثاقیه. یکی از جرزن‌ترین آدمایی که در زندگیم دیدم بدون تردید محمد حسین میثاقیه. اما همین محمد حسین میثاقی کسی بود که در مکتب عادل فردوسی پور بزرگ شد و عادل از او تست گزارشگری گرفت و او رو تایید کرد که به برنامه‌های تلویزیونی بیاد. پس اگر عادل فردوسی پور محمد حسین میثاقی رو تایید نمی‌کرد، او هرگز شاید رنگ برنامه‌های ورزشی رو هم نمیدید. این صحبت‌هایی هستش که خود میثاقی کرده و گفته که عادل از من تست گرفته بود. ببینید. من رفتم شبکه 3 رفتم برای تست گزارش فوتبال. بعد آقای فردوسی پور اونجا بود، گفتن که برو پیش آقا عادل، که آقا عادل گفتش که من شماره‌تو گرفتم از تهیه کننده‌تون. و چجوری برخورد کرد؟ عادل معمولا دفعه اولی که باهات برخورد می‌کنه نگات نمی‌کنه، مثلا ما معمولا در دیوار صحبت می‌کنیم. روزایی که عادل گرفتار 90 یعنی مثلا یه شنبه دوشنبه خونین هم داره عادل دیگه. بله دیگه آقا عادل گفت که بیا شروع کنیم. چجوری گفت؟ راست بگو چجوری برخورد کرد؟ با شروعش تو باکس پایین شبکه نشسته بودن، تو باکس مونتاژ. بعد من یادمه که رفتم اونجا سلام علیکم، گفت فلان اینا، یادمه پیگیرتم دیدمت، می‌خواستم بیای پیش ما کار کنی. فوتبال داخلی تو که کامل میدونم خوبه. اوکی، یه فوتبال خارجی چجوری وضع؟ گفتم فوتبال خارجی خوبه. تست مشهور فوتبال خارجی آقا عادلم 8 از اورتونه. یه سرمربی اورتون تو آن واحد نمیتونه 8 از خودشونو بگه، میگه 8 از اورتون بگو. این 8 اورتون گفتی واکنش عادل چه بود؟ خب پس خارجیت هم خوبه استاد. زیاد دیگه. بعد چی رفتم و بعد اومدم از یک شنبه بعدش شروع کردم و دیگه اما بعد از به روی کار اومدن آقای علی فروغی که با جناب آقای حداد عادل هم هست و با ران طلابی کسی که متولد 67 68 هستش میاد و مدیریت شبکه 3 رو بر عهده میگیره. حالا معلوم نیستش که چه تجربه‌ای داشته جز ران طلابی و اصلا ناراحت میشم شما فکر کنید که این مدیریت شبکه 3 کاملا بر اساس جوانگرایی بوده. نه ران طلابی، یعنی اگر هر کسی بگه ران طلابی بوده سری میان نه جوانگرایی بوده. آقای علی فروغی میاد میشه مدیر شبکه 3 و با سناریو سازی مجازی میان محمد حسین میثاقی رو سعی میکنن که توی دل جامعه بشونن. چطوری؟ شاید این ویدیو رو خیلی از شما در صفحات اینستاگرام خودتون دیده باشید. اما فیفا ورلد کاپ، پیج اینستاگرامی که بارها از عادل فردوسی پور حمایت کرده، افشاگری جالبی کرده. او گفته جالبه، واقعا دیشب شخصی به ما پیام داد که تبلیغ میکنید، که ادمین پیج گفت تبلیغات نداریم، که پیشنهاد 200,000 تومان رو داد. ما گفتیم اگر محتوای بدی نداشته باشه بله. بعد گفت
فردا شب میفرستم. تا حدود 1 ساعت پیش که این کلیپ رو که همه جا پخش شده بود رو فرستاد و من گفتم که کاش حداقل پست‌های قبلی رو نگاه می‌کردید که درباره عادل خان چی گفتیم و خلاصه که تو موج این موضوعات قرار نگیرید. موجی که از توی بنگاه‌های قدرت و لابیگری با حمایت علی فروغی برای حمایت از محمد حسینی میثاقی داره اتفاق میفته. کلیپی که با این عنوان در خیلی از پیج‌هایی که با پول هویت و شرف خودشون رو میفروشن منتشر شده. تیتر اینه: محمد حسینی میثاقی با اجرای خوب و پختش حق شاگردی استادی رو بجا. آخر من فکر می‌کنم جای آقای عادل فردوسی پور هم خالیه. آره واقعا قبول دارم کاملا. هم تو دربی برای عادلم آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم که به خودم که هرچی که دارم توی کارم قطعا از عادل و هرچی که یاد گرفتم از عادل دارم. ان شاءالله که سال فوق‌العاده‌ای بشه 98 براشون ان شاءالله زود جوی در جامعه ایجاد شد که آقای میثاقی رو بخوان تو دل مردم جا بکنن و از طرفی یک بار هم آقای احسان علیخانی به تیکه به آقای میثاقی گفته بود که شما داری آماده میشی که جای عادل فردوسی پور رو بگیری و درست فکر میکنم اون سوال رو برای همچین روزی پرسیده بود. این ویدیو رو ببینید. آقا یه چیزی هم راجع به محمد حسین خیلی میگن محمد حسین رو شبکه 3 داره بهش بالا پر میده که بشونه جای عادل. نه واقعا جمله خوب حاشیه‌ای عالی گفتم. نه درسیدی استاد فردوسی پور از همون خارج شدم. نه ولی شبیه ترین آدمی که من با عادل دیدم، حداقل توی حوزه خودمون آدمایی که دیدم، محمد خب آقا عادل اورجینال دیگه. فوتبال از همه اینا مهمتره و اینکه آقا ولی من شبیه ترین کسی رو که با عادل دیدم داداششه امیر. آره امیره شبیه ترین آدم. قبول داری؟ آره امیر خیلی شبیه قیافتن یا به نظر من اگر عادل یه روز اجرا نکنه باید امیر اجرا کنه، نه محمد نه کسی دیگه. امیرم خیلی اصلا فوتبالی نیست، خیلی خوبه. تو یه اوایل که خب قطعا به خاطر سالیان تجربه متمادی عادل حتما تو یه فاصله رو حفظ می‌کردی. بابا عادل الان 41 سالشه، داره تو 42 سالگی. عادل خیلی سال داره کار میکنه. میخوام بگم که اختلاف نظر ممکنه با عادل بخورید مثلا تو 90 یا تو فوتبال 120. نه چون نظر استاده معمولا اختلافی پیش نمیاد، ما میگیم چشم. نه میتونی مثلا در واقع چیز کنی، رأیشو عوض کنی. خیلی اتفاقا شوخی میکنم. آقا عادل خیلی مشورتیه، یعنی خیلی نه عادل مثلا میگه الان میگه اس ام اسی که الان استاد داده همین الان یه 10 دقیقه پیش فکر میتونین بخونین درباره اس ام اس هفته بعد ما دوشنبه که این نفر رو انتخاب کنیم. این نفر نمیگم الان میگن که آقا نمیشه بگی یکشو باید اجازه بگیرن. از کی اجازه بگیری؟ از خدا. آقا عادل با من هفته بعد میخوای نظرسنجی بذاری؟ عادل بگی؟ آره نه بگو. ازش سوال میکنم که تو قسمت بعدی میگی. خب ولی تو میخوام ببینم که اون رگ خوابه چیه؟ اون میگه آقا همین ولاغه، تو میفهمی که مثلا عادل داره اینجا رو اشتباه میگه، چیکار میکنی؟ ما نظر میدیم، من و 7 8 تا دیگه از بچه‌ها، یعنی همون گروهی که همیشه کنار آقا عادل هستیم، هم توی 2014 هم توی برنامه 90 هم تو فوتبال 120. میدونی بچه‌ها میخوان مخ منو بزنن چیکار میکنن؟ میگن آقا چقدر لاغر شدی. با این شروع سری با رأیشون موافقت میکنم. من میگم استاد چه گل خوبی زدی این هفته. اینم این بهترین عادل خوب فوتبال بازی می‌کنه. ما هم با توی تیمیم دیگه، تیم رسانه ورزش، اونم خیلی باعث شده که صمیمی‌تر بشیم، نزدیک‌تر بشیم تیم فوتبال. یه حرفی زدن یه دیگه میگه نه آقا عادل استادن و چه اینا چنان. و تا چند وقت پیش من فکر می‌کردم که این آقای میثاقی خودش بی تقصیر هستش و به حال این روند اداری هستش که یک شخصی رو بخوان بذارن کنار یک کس دیگه‌ای رو جایگذاری بکنن. اما این تیکایی که روی آنتن تلویزیون با عادل فردوسی پور، کسی که استاد خودش بوده، میندازه، این دیگه یه مقداری بودار و جای سوال داره. البته چند وقت پیش آقای سعید آذری و آقای تاج حسابی از خجالت آقای میثاقی هم در اومدن. اولش آقای سعید آذری بود که قشنگ شست گذاشت کنار آقای میثاقی رو. ببینید 7 سالی که گفتید ذوب‌آهن دوران مدیریتی موفقی جای مختلف داشتید و حق رشدتون رو به نظرم باید یکی بگیره، چون شما خودتونم خیلی پیشرفت کردید مدتو توی ذوب‌آهن تو مقاطع مختلف خیلی موفق بودید. ممنونم ازتون. هر جا که هستید. حق رشدم آقای میثاقی، شما نگران نباش، من خودم حق رشدم از ذوب‌آهن گرفتم. شما دیگه این کاره این دیگه آقا، هر کی حق رشد میخواد باید به شما زنگ بزنه. دم شما گرم. به هر حال میگم دیگه اگه اینجوری باشه که فردوسی پورم بر حق رشدش شما بدی. حتما چشم، با بچه‌ها صحبت میکنم، میگم آقا سعید با شما اول مشورت کن، عددشو در بیارن. زنده باشید. عددشو در بیارن بعد بدن. ممنون محمد آقا. قربون شما. خوشحال شدم. شب شما بخیر. دیگه این میثاقی اومد ادای عادل فردوسی پور در بیاره، تیکه انداخت به سعید آذری. سعید آذری هم قشنگ تیکه رو برداشت درسته انداخت تو کاسه میثاقی که بار آخرش باشه که اینجوری تیکه میندازه. البته این بار آخری نبوده که
میثاقی اینطوری روی آنتن تلویزیون میشورن میذارنش کنار. قبلا هم آقای تاج حسابی از خجالت میثاقی در اومده بود. ببینید آقای میثاقی یه بار خوب تکرار کن شما. خواهش میکنم. برنامه چی 90 برنامه چی؟ بله گفتین دوشنبه ببینه برنامه باشه. چه ربطی داره؟ من الان دارم میگم برنامه چی؟ یه بار شما بگو برنامه مصاحبه رو قطعا میبینن آقای تاج. برنامه 90 آقای فردوسی پور یه مصاحبه دارن دوشنبه شب همه مردم میشینن میبینن. حالا جواب بدین. این مصاحبه آخریه ایشونه، آخرین، یعنی چیزی که دیگه لحظه که دارن میرن به شدت. بله دیگه اصلا رفتن، بعدش فردا صبحش رفت. بسیار. یعنی من اگه جای میثاقی بودم اینجوری میشستم میذاشتنم کنار، دیگه کار رسانه‌ای رو ادامه نمیدادم. نگم براتون. اما از اون طرف این دعوای بین آقای فروغی و عادل فردوسی‌پور که ما توی چندین تا برنامه مفصل بهش پرداختیم که میتونید سری به آرشیو برنامه پشت پرده بزنید و ببینید، خودش هم جالب و عجیب و غریب هستش. و این نکته بگم که این میزها به کسی وفا نمیکنه، یک جمله تکراری هستش و اون روزی رو مردم میبینن که آقای علی فروغی دیگه مدیر شبکه 3 نیست و میثاقی هم اون روزهای آخرش خواهد بود که در شبکه 3 باقی خواهد بود. چرا که معروفیت راحته اما محبوب بودن خیلی کار سختی هستش. آقای فروغی ماجرای پیچیده برنامه 90 چیه؟ 90 ماجرای پیچیده نداره، 90 ماجرای ساده داره. برنامه 90 ببین اینو قولش از شما بگیرم. بعد بره تو جلسه کنداکتور. حالا قولش از شما بگیرم. من واقعا قول فرید درباره کنداکتور نمیدونم. موافق هستم خودم. موافق هست. بله حتما خوبه، ولی به شرط اینکه هم برنامه انقدر بحث داشته باشه و همین که آقا بچرخونم ناپلونیره بالاخره. از بحث آقای میثاقی هم خارج شیم. شاید براتون جالب باشه زمانی که من در صدا و سیمای مرکز کرمانشاه کار میکردم، آقای میثاقی هم در کرمانشاه در دانشگاه رازی دانشجو بود و بعد از اون هم در صدا و سیما کار میکرد به صورت حق و زحمه‌ای و اون موقع توی صدا و سیما سفارش کردن که بتونه بره تو برنامه 90 و با آقای عادل فردوسی‌پور همکار بشه که داستانشو تعریف کرد. رفت تو تهران و تست گرفته بودن ازش، ولی خب هیچ وقت اون روزها رو یادش نمیره که آرزو داشت که عادل فردوسی‌پور یک بار از نزدیک ببینه اون موقعی که در صدا و سیمای کرمانشاه همکار ما بود. عادل چجوری رفیق شدی، دوست شدی، کار کردی؟ همونجا که کرمانشاه مرکزی کرمانشاه کار میکردیم خب گزارش‌ها رو میفرستادیم تهران. عادل برات آدم چیزی بود خیلی فوق‌العاده. آره دیگه مثلا سقف کاری که میشد انجام داد، ولی برام جالب‌تر این بود که من اونجا کار میکردم اینجا میدیدن و خوششون میاد. گفتم مثلا کیه، کجاست، این چه مدلیه، که تماس گرفتم با تهیه کننده ما اونجا. تهیه کننده‌ام گفته بود که اصلا بچه اینجا نیست، میخواد بعد درسش تموم شه برگرده. که عزیزانمون از شبکه 3 و قادر اینا گفتن که پس برگشت بیاد پیش ما. بله دیگه بعضی از آدم‌ها قدرت که میگیرن و معروف میشن نه محبوب، گذشته خودشون رو فراموش میکنن. آقای میثاقی یادت تو صدا و سیمای کرمانشاه تو همون میدون نفت معروف که صدا و سیما در کرمانشاه قرار داره، شما چه آرزوهایی داشتی، ولی خب آرزوت چی بود؟ این بود که عادل فردوسی‌پور رو از نزدیک ببینی و باهاش همکلام بشی. ولی وقتی که از یه پله‌ای رفتی بالاتر و در مکتب عادل فردوسی‌پور رشد کردی، دیگه به خودت اجازه میدی که هر نوع تیکه‌ای هم به کسی که یک زمانی آرزوی دیدنش رو داشتی بندازی. اما نکته جالبتر دیگه‌ای هم وجود داره و اونم این هستش که بحث دختر آبی یا همون دختری که با ظاهر مردانه میخواست به استادیوم بره و راش ندادن و بازداشت شد و بعدش هم خودسوزی کرد و فوت کرد، خیلی از افراد سیاسی و نماینده مجلس راجع به این قضیه اظهار نظر کرده بودن و خب به هر حال اینکه سلبریتی ها بخوام راجع به موضوعات اظهار نظر بکنن که گفتم مثلا اونا تخصصی ندارن، اما افرادی به عنوان نماینده مجلس وقتی میان اظهار نظر میکنن، این افراد خوب هستش که برن توی مجلس و یک قانون درست و دقیق برای ورود زنان به استادیوم ها تصویب بکنن و فکر میکنم حق اونا هستش که بخوان اظهار نظر بکنن برای اینکه بخوان قانون تصویب بکنن. اما این آقای میثاقی به جای اینکه بیاد از آنتن شبکه 3 استفاده بکنه و به نماینده مجلس بگه آقا برید توی مجلس و قانون برای ورود زنان به استادیوم ها تصویب بکنید، میاد تهدید میکنه، میگه که اگه راجع به اینا صحبت بکنید و راجع به اینا بخواید تحقیق بکنید و بخواید بحث دختر آبی رو باز بکنید، دوربین میفرستیم تو شهرتون. خب ببینید که صدا مال پدرشه، میفرستیم توی شهرتون ببینن که وضعیت شهرتون چطوره. ای بابا تو بعد از آنتن استفاده بکنید در جهت پیشبرد اهداف مردم، نه در جهت پیشبرد اهداف عقده‌ایت.
گمان زنی ها و اظهار نظرهای دوستان عزیزمون از جای مختلف هم دیدید و شنیدید. من این نکته هم بگم چون پخش کردیم دوستانمون در دولت رو، در مجلس خیلی از عزیزان نمایندگان محترم مجلس صحبت کردن راجع به این قضیه. یه بحثی رو الان بگم با توجه به اینکه فکر کنم چند ماه 6 ماه مونده به انتخابات مجلس دیگه، درسته بچه‌ها؟ 6 ماه مونده. معمولا دوستان عزیزمون در مجلس شورای اسلامی تو این 6 ماه آخر خیلی از دوستان خیلی علاقمند به فوتبال میشن، یعنی علاقهشون به فوتبال خیلی بیشتر از اون 3 سال و نیم گذشته است و میان هم اظهار نظر میکنن راجع به مثلا استقلال پرسپولیس، راجع به حواشی فوتبال، حتی آدمایی که تو حوزه فوتبال هستن سعی میکنن راجع به اونا اظهار نظر بکنن که خب هم توی خبرها قرار بگیرن، هم توی فضای مجازی به هر حال ویدیوش پخش بشه و اینها. من یه خواهشی که از دوستان دارم، خیلی علاقه‌مند به موضوع فساد در فوتبال و اینها میشن، اینا رو به نظرم میشد تو 3 سال و نیم گذشته بررسی کرد. 3 سال و نیم قبلا میشد برسیم آقا استقلال پرسپولیس، فساد در فوتبال، بررسی وضعیت مالی فدراسیون‌ها، خصوصی سازی 2 تا باشگاه. اون 3 سال و نیم اولو دوستان قرار بدن برای این قضیه، 6 ماه آخر ذره فراموش بکنن این بحث رو، بحث فوتبالی رو، و اگه میخوان دلسوزی داشته باشن راجع به بحث فوتبال و بحث ورزش، برن تو اون حوزه انتخابی خودشون ببینن اونجا از لحاظ فضای ورزشی، از لحاظ اوضاع معیشت ورزشکارا، زمین چمن و زمین فوتبال چه شرایطی داره و تو این 6 ماه محبت بکنن اونجا رو بیشتر رصد بکنن و به وضعیت ورزشی استان و شهر خودشون برسن. ما هم در فوتبال برتر هر کدوم از این دوستان عزیزان که انشالله صحبت کردن راجع به این اتفاقاتی که خدمتتون عرض کردم، برای اینکه برای خبراش میچرخه و وایرال میشه این برانور، ما یه دوربین میفرستیم به حوزه انتخابی خودشون و وضعیت اونجا رو انشالله بررسی میکنیم، ببینیم استادیوم دارن ندارن، اگه دلسوزی دارن که قطعا همینطوری هست، ببینیم تو حوزه انتخابی خودشون وضعیت ورزشکارا و فوتبالیستا و اوضاع معیشتی ورزشکارا اینها به چه شکل هست. بله دیگه دیدید دیگه، انگار صدا و سیما مال پدرشه. اما حرف پایانی این هستش و جمله پرتکرار ما: معروف شدن راحته، اما محبوب شدن و محبوب باقی موندن به نظر من سخت ترین کار دنیا در دنیای رسانه هستش. امیدواریم که این جمله برای همیشه در تفکر آقای میثاقی و اطرافیانش قرار بگیره و ببینیم که چه مسیری رو میخوان از حالا به بعد دنبال بکنن. ممنون که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه بودید. اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.